سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که راستش خیلیا در موردش حرف نمیزنن. یه مشکل شایع اما حساس، شقاق مقعد یا همون فیشر. میدونم دردیه که خیلیا در سکوت تحملش میکنن، اما هدف ما اینه که امروز این سکوت رو بشکنیم و بهتون نشون بدیم که تنها نیستید و مهمتر از اون یه نقشه راه کاملا روشن برای خلاص شدن از این درد وجود داره. اگه این کلمات براتون آشناست، میخوام بدونید که این فقط تجربه شما نیست. این یه درد پنهانه که خیلیا درگیرشن. اما خبر خوب اینه که راه حل‌های واقعاً موثری براش هست. پس بیایید با هم بریم ببینیم ماجرا چیه و چطور میشه از این کابوس خلاص شد. خب بریم سراغ بخش اول. درد پنهان، یک زخم کوچک. اولین قدم برای حل هر مشکلی شناخت دقیقشه. باید بفهمیم این درد شدید دقیقاً از کجا میاد. ببینید، فیشر در واقع یه پارگی یا ترک خیلی کوچیکه. بهترین تشبیهی که میشه براش به کار برد، بریدگی با لبه کاغذه. اون سوزش تیز و ناگهانی رو یادتونه؟ حالا همون حس رو تصور کنید، اما در یکی از حساس‌ترین نقاط بدن. این دقیقاً ماهیت فیشره. و دقیقاً به همین دلیله که یه زخم انقدر کوچیک میتونه دردی انقدر شدید و دیوانه کننده ایجاد کنه. یه نکته خیلی مهم اینه که ما دو نوع فیشر داریم، حاد و مزمن. فیشر حاد مثل یه زخم تازه است. یه بریدگی جدیده که معمولاً با چند تا مراقبت ساده تو خونه خوب میشه. اما اگه این زخم بیشتر از 6-7 هفته طول بکشه و خوب نشه، دیگه بهش میگیم فیشر مزمن. که خب درمانش یکم پیچیده تر میشه. فهمیدن این تفاوت واقعاً اولین و کلیدی ترین قدم برای انتخاب مسیر درست درمانه. خب میرسیم به بخش دوم و به نظر من قلب ماجرا، چرخه معیوب درد. اینجا میخوایم به مهمترین سوال جواب بدیم، سوالی که شاید ذهن شما را هم درگیر کرده باشه. اینه که چرا یه زخم به این سادگی به جای اینکه خود به خود خوب بشه نه تنها خوب نمیشه، بلکه روز به روز بدتر هم میشه؟ جواب توی همین دو کلمه است، چرخه معیوب. بیایید ببینیم بدن ما چطور توی این چرخه گیر میافته. خب این چرخه چطور کار میکنه؟ ببینید. قدم اول درده. موقع اجابت مزاج اون پارگی باعث یه درد تیز و شدید میشه. قدم دوم واکنش طبیعی بدن به درد چیه؟ انقباض. عضله اسفنکتر به صورت غیر ارادی منقبض میشه، خیلی هم سفت. حالا مشکل اصلی اینجاست. قدم سوم، این انقباض شدید رگ‌های خونی کوچیکی که به اون ناحیه خون رسانی میکنن رو فشار میده و تقریباً میبنددشون. در نتیجه جریان خون به زخم به شدت کم میشه و خب زخمی که بهش خون نرسه چطور میخواد ترمیم بشه؟ نمیشه. و قدم چهارم تکرار فاجعه است. دفعه بعدی که به دستشویی میرید اون زخم ترمیم نشده دوباره باز میشه و بوم. کل این چرخه وحشتناک از اول شروع میشه. پس کلید درمان چیه؟ دقیقاً شکستن همین چرخه. بسیار خوب، بخش سوم، پیدا کردن دلایل اصلی. حالا که دشمن اصلی یعنی همون چرخه معیوب رو شناختیم، وقتشه ببینیم اصلا چی باعث میشه این دشمن از اول سر و کله‌اش پیدا بشه. دونستن این دلایل بهترین راه برای پیشگیریه. خب دلیل شماره 1 یعنی متهم ردیف اول با اختلاف یبوسته. وقتی مدفوع سفت و حجیم باشه، فشاری که برای دفعش میاد میتونه خیلی راحت اون پوست حساس رو پاره کنه و کل ماجرا رو شروع کنه. البته فقط یبوست نیست، اسهال مزمن هم میتونه پوست رو تحریک و آسیب‌پذیر کنه. یا مثلا فشار زایمان طبیعی در خانم‌ها هم یکی از دلایل شایعه. در موارد نادرتر هم ممکنه به خاطر سفت بودن بیش از حد عضلات یا حتی بیماری‌های زمینه‌ای مثل کرون باشه. اما یادتون باشه در اکثر موارد رد پای یبوست دیده میشه. و اما میرسیم به مهمترین بخش، نقشه راه درمان. خبر خوب اینه که برای شکستن اون چرخه معیوب ما یه جعبه ابزار کامل و مؤثر داریم. توی این بخش می‌خوایم این نقشه راه رو با هم مرور کنیم، از ساده ترین کارهایی که میشه تو خونه انجام داد تا گزینه‌های پیشرفته تر پزشکی. قبل از هر چیزی این جمله رو باید آویزه گوشمون کنیم. سنگ بنای تمام درمان‌ها از خونه شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی فرقی نمی‌کنه مشکل شما حاده یا مزمن، خفیفه یا شدید. این کارهایی که الان میگیم پایه و اساس بهبودی هستن و برای همه بدون استثنا ضروریه.
خب اینا ستونای اصلی درمان خونگی هستن. اول از همه فیبر و آب. باید مصرف فیبرتون رو از میوه ها، سبزیجات و غلات کامل بالا ببرید و روزی حداقل 8 لیوان آب بخورید. این دوتا با هم مدفوع رو نرم میکنن. دوم، حمام آب گرم. روزی 2-3 بار هر بار 1 ربع تا 20 دقیقه نشستن توی آب گرم معجزه میکنه. عضلات رو شل میکنه و درد رو کم میکنه. و نکته آخر، موقع دستشویی رفتن اصلاً و ابداً زور نزنید و بهداشت رو هم خیلی ملایم رعایت کنید. باور کنید بیشتر از 90% فیشرهای حاد فقط با همین چند تا کار ساده کاملاً خوب میشن. خب حالا یه سوال، اگه همه این کارهای خونه رو انجام دادیم ولی اون چرخه معیوب همچنان داشت کار خودشو میکرد چی؟ به خصوص توی موارد مزمن گاهی وقتان لازمه که یه نیروی کمکی از بیرون بیاد تا این چرخه رو بشکنه. اینجاست که پای درمانهای پزشکی به میون میاد. اولین خط درمان پزشکی معمولاً پمادها هستند. این پمادها یک کار خیلی هوشمندانه میکنند. مستقیما به قلب اون چرخه معیوب یعنی اسپاسم و انقباض عضله حمله میکنند. با شل کردن عضله 2 تا اتفاق خوب میفته. یکی اینکه درد کمتر میشه و دوم اینکه جریان خون دوباره به زخم برمیگرده و زخم فرصت ترمیم پیدا میکنه. پمادهایی مثل نیتروگلیسرین یا دیلتیازام این کارو انجام میدن. البته اینا رو حتما باید پزشک براتون تجویز کنه. حالا اگه فیشر خیلی مقاوم بود و به پماد هم جواب نداد چی؟ اینجا 2 تا گزینه پیشرفته تر داریم. یکی تزریق بوتاکسه. بله، همون بوتاکس. اینجا بوتاکس عضله اسفنکتر رو برای چند ماه به طور موقت فلج میکنه. این فلج موقت به زخم فرصت میده تا توی آرامش کامل ترمیم بشه. گزینه دوم که بهش استاندارد طلایی درمان میگن، جراحی LIS هست. توی این جراحی یه برش خیلی کوچیک و دقیق روی عضله داده میشه که فشارش رو برای همیشه کم میکنه. این روش موفقیت بالای 95% داره و مشکل رو به صورت دائمی حل میکنه. خب پس بیاید یه جنبندی کلی از نقشه راه درمان داشته باشیم. همه چیز از تغییر سبک زندگی شروع میشه. آب، فیبر، زور نزدن. این برای همه واجبه. اگه جواب نداد، مرحله بعد پمادهای موضعی برای شل کردن عضله است. اگه باز هم مشکل پابرجا بود، برای موارد متوسط میشه از بوتاکس به عنوان یه راه حل موقت استفاده کرد. و در نهایت برای موارد شدید و مقاوم، جراحی LIS قطعی‌ترین و موفق‌ترین راه حله. پس ببینید نکته مهم اینه که برای هر مرحله از این مشکل یه راه حل خوب و مؤثر وجود داره. و اما بخش آخر، چند تا سوال کلیدی و نتیجه گیری. میدونم احتمالاً هنوز چند تا سوال و نگرانی توی ذهنتون هست. بیایید به چند تا از شایع ترین هاشون جواب بدیم و یه جمع‌بندی نهایی بکنیم. سوال اولی که خیلی‌ها میپرسن، چقدر طول میکشه تا خوب بشه؟ خب بستگی داره. اگه فیشر حاد باشه، معمولاً با همون مراقبت‌های خانگی 2 تا 4 هفته خوب میشه. اما اگه مزمن شده باشه و توی اون چرخه گیر کرده باشه، با درمان پزشکی ممکنه 6 تا 12 هفته هم زمان ببره. پس مهمترین چیز صبر و ادامه دادن درمانه. یه نگرانی خیلی شایع دیگه، آیا این مشکل خطرناکه؟ میتونه تبدیل به سرطان بشه؟ جواب قاطع نه. خیالتون 100% راحت باشه. فیشر یه بیماری کاملا خوشخیمه و مطلقاً هیچ ربطی به سرطان نداره. اما یه امای مهم وجود داره. چون علامتی مثل خونریزی میتونه با بیماری‌های جدی‌تر مشترک باشه، حتما باید تشخیص نهایی توسط پزشک داده بشه تا خیالمون از هر جهت راحت باشه. و سوال آخر و خیلی مهم، کی باید فوراً بریم دکتر؟ این چند تا مورد رو به عنوان چراغ قرمز در نظر بگیرید. اول، درد شدید و غیر قابل تحمل. دوم، خونریزی سنگین و سوم، تب. اگه هر کدوم از اینا رو داشتید، یعنی باید بدون هیچ تأخیری به پزشک مراجعه کنید. پس اگه بخوایم کل این بحث رو توی یک جمله خلاصه کنیم، اون جمله اینه: کلید بهبودی شکستن اون چرخه معیوبه. چرخه درد، اسپاسم و کاهش جریان خون. تمام کارهایی که گفتیم، از نوشیدن 1 لیوان آب اضافه گرفته تا پیشرفته ترین جراحی‌ها، همشون فقط یه هدف دارن: متوقف کردن این چرخه. و حالا سوال آخر از شماست. آیا آماده اید این چرخه رو بشکنید و به آرامش برسید؟ یادتون باشه، لازم نیست این درد رو در سکوت تحمل کنید. با اطلاعات و ابزارهایی که امروز با هم مرور کردیم، شما قدرت این رو دارید که کنترل اوضاع رو به دست بگیرید. پس اولین قدم رو بردارید، از یه پزشک کمک بگیرید و مسیر رسیدن به بهبودی رو بدون هیچ خجالت و تأخیری شروع کنید.